سلام عزیزان، خسته نباشین. ببینید بعضیا به ما میگن چون این لوله کدره شبیه لوله های گالوانیزه است، لولهتون گالوانیزه و استیل نیستش. این الان همین لوله، نگاه بکنید ما برقش انداختیم که شما اشتباه نکنید که یه وقت بگین ما لوله گالوانیزه داریم میندازیم. ببینید این آهنربا، خب این آهنربا اینجا چسبیده. حالا نگاه کنید به این لوله اصلا نمیچسبه. نگاه بکنید به لوله هامون نمیچسبه، میبینید به لوله اصلا نمیچسبه. ما اینا رو برقشون میندازیم که هم خوشگل بشه هم شما اشتباه نکنید. اینجوری نگاه کن، الان ببینید خب لوله برق افتاد. برای که شما یه وقت فکر نکنید ما لوله گالوانیزه داریم میندازیم، نه، لوله استیل. اینجوری که ما خرید میکنیم طبق تجربه خودمه، حالا شاید من اشتباه میکنم، کسایی که حالا لوله استیل میفروشن اینجوری هم نباشه. تا اونجایی که من دیدم لوله استیلی که هرچی نازکتر باشه براق بیشتر برق میزنه، براقیتش بیشتره. اینایی که هرچی کلفتر میشن ضخامت گوشتشون بیشتره، کدرترن، مثلا شبیه لوله گالوانیزه هستن. من قبلا لوله با ضخامت 1.5 میل 1 میل هم گرفتم، دیگه نیاز نبود اینجوری برقشون بندازم. این الان میبینید با ای که ما روشو 2 میل میتراشیم که رزوه بزنیم، هنوز میبینید گوشتش چقدره. نگاه کنید ما 2 میل از روش حتی میگیریم برای قسمت رزوه که بشه ببندی. لوله هامون ضخامتشون زیاده، بیشتر هم کدرن، مجبوریم اینا رو برق بندازیم.